سلام دوستان، من اتون گیمینگ هستم. اومدیم با یه ویدیو آموزشی جدید از بازی ماینکرافت. میخوام بهتون آموزش این که چجوری بتونید مودی که این تورش نورانی که تو دست راستتون هست رو بیارین تو دست چپتون. که حتما خیلیاتون همین مشکل دارین که چرا این تو دست چپتون نمیاد و به مشکل برامون تو قرار دادن. ولی امروز من میخوام ویدیو آموزشی رو بزنم واسهتون. بعد خواهشاً اگه از این ویدیو خوشت اومد لایک یادتون نره، اون دکمه دنبال کردن پایینم بذار که اگه از این ویدیو آموزشی باز گذاشتم تا اول نفر باشی که ببینید. پس بدون معطلی بریم شروع ویدیو. خب دوستان، میرم واسه ادامه ویدیو. شما واسه دانلود کرده همچین مودی که بتونید تورش نورانی رو بگیرید در دست چپتون واسه اونجا بعد این برنامه رو دانلود کنید. این برنامه هم از داخل برنامه گوگل پلی هم مایکت میتونید دانلود کنید بدون فیلتر شکن هست. منم الان فیلتر شکن اینجا خاموش. وارد برنامه میشیم. اینجا که هیچ کنم از این کار این نسخه بروزرثانیشه. یه لحظه وایس. دوستان مشکل پیش اومد الان درست شد. خب بریم واسه بنویسیم. یه لحظه وایسین. اینجا که همین می‌نویسیم. بعد این سرچ میزنیم. سرچ داخل این قسمت اولی اینجا نمیاد. بعد بیایم اینجا. وارد این قسمت شدیم. همون اولیه رو انتخاب می‌کنیم. ببینید همینجا که انتخاب می‌کنم من از قبل این برنامه دانلود کردم. شما میتونید بعد یه لحظه اینجا دانلود کنید. وارد ماینکرافت میشیم. من برای این تیکر رستو میارم تا ماینکرافت بالا بیاد. خب دانلود شد. اینجا پیامش هم داره میاد قشنگ. وارد این تیکه میشیم. من میذارم حالا کریتیو که سری تورش به خودم بدم. وارد این قسمت از تنظیمات دستی میشیم. این دومی اولیه. بعد اینو انتخاب میکنیم. اینا همین یکی که اینجا هست. اینو اضافه میکنیم میاد اینور. بعدش هم وارد این صفحه پایینی زیرش میشیم و همینا رو فعال میکنیم تا مود بتونه کار کنه. بعد گزینه پلی بازی میزنیم وارد بازی میشه. خب من این تیکر رستو میدم. خب دوستان اومدیم توی زمین. خب یه لحظه وایسین من تورچ رو خودم بدم امتحانش هم بکنیم. اول از اون بزنیم یه هم برن زیر زمین. حالا میایم یه زمین بهتر. حالا اینو میگیم تو دست رو ببین همینجا روشن برمیداریم تاریک میشه. اینجا نورم میده. خب حالا ببینین تو دست چپم میره. بله تو دست چپم به هر چه راحتی تمام میره. یکی دیگه هم بزنیم اینور. خب داریم بریم بالا الان. خب در اومدیم. دوستان میبینن تو دست چپم و راستم هر دو تاشون هست. خب دوستان خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراه ما بودین. اگه از این ویدیو بیشتر دادین تو کامنت حتما بگین که بیشتر از این مدل ویدیوهای آموزشی دانلود کنم یا اگه خواستین بازی پلی گیم بذارم اینا هم داخل کامنت بهم بگین. خیلی ممنون و خداحافظ.